یو گای سلام برای بچه چطورین؟ صبح ناشاد هستم. امروز اومدیم نزدیک 40 تا کارت اینکوباتور داخل دوتا اکانت رو باهاتون خرج کنیم ببینیم بهمون چی میده. لایک و کامنت فراموش نشه. عشقا ساب هم اگه دوست داشتین بکنیم. بریم اول یک ست نوبی بزنیم. یک ست نوبی میزنیم اگه بهمون بده. این سراغ زدن. اول میریم بچه ها چند تا میزنیم. خب اول با یک 5 تایی شروع میکنیم. هیچی نداد، هیچی نداد، آزم نداد. یک دونه توی 5 تای اول که هم هیچی نداد. یک دونه بازم هیچی نداد. یک 5 تا. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم هیچی نداد. همش گلبرگ داره میده این دست. یک 5 تای دیگه. به دقیقا داره به سنگم که بهمون یکی داد. ناموسن این 5 تا دیگه رو یک بنر بمونه. قهوه یک بنر داد. ببینیم چی میشه. ببینیم بنرامون چند تا که یک. بچه من اینجا ویدیو رو کات میکنم برم داخل اکانت دیگه بعد باز ویدیو رو میگیرم. خب برای بچه اومدیم تو اکانت دیگه‌مون. من الانم یک ست نوبی بزنیم ببینیم این دست قراره چی بده. به نظر من ست نوبی میزنیم به شانست بیشتر میشه. حالا ببینیم. خب 20 سانت تو این نکن داریم. اسپین اول خدای با امید خودت. اولی هیچی نداد، دومی نداد، سومی هم نداد، چهارمی هم نداد، پنجمی هم ریز. این با یک 5 تای دیگه اینم چی میخواد بده. به شانسمون داره میره بالا بچه ها. دو تا 5 تای دیگه داریم. بریم جای بزنیم. خب الان فقط بنر نیاز داریم. 9 تا سنگ داریم. بنر بهمون یک 2 تا بده تو همین 5 تا. خب بنر رو بده. آخ به بنر دوم هم گرفتیم. بنر سوم شانس رفت بالا واقعا. 3 تا بنر گرفتیم. اکانت واقعا سفیده. پنج تا آخرم بزنیم بهمون ببینیم بنر میده یا سنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ 5 تا. یک بنر. آخ نداد. بازم نداد. بله. بریم ببینیم با بنرهایی که گرفتیم چی میشه گرفت. 4 تا بنر فاین رو داریم. بله یک بنر دیگه اگه داشتیم. خب این هم بریم مایتون بگیریم امتحانش کنیم. یه لول ببینیم حالا گانش چطوریه، دمیجش چیه. من ندیدم اول. حالا الان میزنیم انمی رو ببینیم مثلا خوب هست. ولی من یک دونه دیگه کارت میداشتم
اون خوباش میتونستم بگیرم. اد بعد نمیخوره و یعنی می طفل مسئول و انمی اونم که لفت داد. خب بچه ها ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. تا یه شورت ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.